أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز، موضوع امروز درباره این است که یعنی 10 مژده برای برپادارندگان نماز صبح. مژده اول این است که قال النبی صلی الله علیه و سلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور تم یوم القیامه. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند برای کسانی که در تاریکی برای ادای نماز به مسجد می روند، نور کامل را در قیامت برایشان مژده بده. مژده دوم قال النبی صلی الله علیه و سلم رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند 2 رکعت نماز صبح از دنیا و هر آنچه که در دنیا است بهتر است. مژده سوم قال النبی صلی الله علیه و سلم من خرج من بیته الى المسجد كتب له بكل خطوة يخطوها 10 حسنات والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت و یکتب من المصلین حتی یرجع الی بیته. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر که از خانه‌اش به طرف مسجد بیرون آید، در مقابل هر قدمی که میزند 10 نیکی برایش نوشته می شود و آن که در مسجد به انتظار نماز می نشیند به مثل شخص قانیت، یعنی در حال نماز بوده است و تا به خانه‌اش برنگردد، یعنی تا به خانه‌اش برگردد از جمله نمازگزاران نوشته می شود. مژده چهارم قال الله تعالی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. الله تعالی می فرماید نماز را از زوال آفتاب هنگام ظهر تا تاریکی شب برپا دار و نیز قرآن فجر یعنی نماز صبح را. بیگمان قرآن خواندن در نماز یعنی در نماز بامداد محل حضور فرشتگان می باشد. مژده پنجم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی الفجر و العصر. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس قبل و بعد از غروب خورشید نماز بخواند، یعنی نماز صبح و عصر را بخواند، وارد آتش دوزخ نمی شود. مژده ششم قال النبی صلی الله علیه و سلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل و من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس نماز خفتن را با جماعت بخواند گویا که نصف شب را قیام کرده است و هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند گویا تمام شب را نماز خوانده است، یعنی قیام کرده است. مژده هفتم قال النبی صلی الله علیه و سلم من صلى البردین دخل الجنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس 2 نماز وقت سردی یعنی عصر و صبح را بخواند وارد بهشت می شود. مژده هشتم قال النبی صلی الله علیه و سلم من صلى الفجر ثم جلس في مصلى صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس نماز صبح را بخواند سپس در جای نمازش بنشیند، فرشتگان بر او درود می‌فرستند. درود آنان بر او این است بار الها او را ببخش، بار الها بر او رحم فرما.
مجده نهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند و تا طلوع خورشید الله را ذکر کند، سپس 2 رکعت نماز اشراق را به جای بیاورد، ثواب به اندازه 1 حج و 1 عمره کامل به او میرسد. مژده دهم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند برای منافقین نمازی سنگین تر از نماز صبح و خفتن نیست و اگر ایشان اجری که در این 2 نماز بوده را میدانستند، اگرچه برای رسیدن به مسجد با طریق 2 دست و پای خزیدن می بود، البته برای ادای آن 2 در جماعت حاضر می شدند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.